به نظر میومد آدم کم حرفی باشه. از وقتی اومده بود ساکت نشسته بود و فقط به زمین خیره شده بود. نگاش کردم و بهش گفتم خب امروز میخوای در مورد چی با هم صحبت کنی؟ برگشت نگام کرد، انگار تازه متوجه حضورم شده بود. یهو شروع کرد به حرف زدن. هر بار که صمیمی ترین دوستمو میبینم مدام شروع میکنه از سفراش گفتن، از برند لباسایی که داره، از خریدایی که در طول روز میکنه. وقتی میبینمش همش دچار اضطراب میشم، چون وقتی اون حرف میزنه من تو ذهنم تمام اتفاقات روزانه و ماهانه و هفتگیمو مرور میکنم و میگم من چی؟ من چرا هیچی ندارم برای گفتن؟ یهو مکس کرد و تو چشام نگاه کرد و گفت من حالم بده از این همه نمایش مسخره من دارم و تو نداری. سکوت کرد. چند ثانیه‌ای نگاش کردم، گفتم شاید بازم حرفی برای گفتن داشته باشه، اما نه، دیگه چیزی برای گفتن نداشت. بهش گفتم آدمی که همه چی رو به رخ میکشه بیشتر از همه از کوچیک بودن خودش میترسه. خودت گفتی خسته شدم از این نمایش مسخره، پس دلیلی نداره زندگی تو درگیر یه نمایش الکی بکنی.